نه منزل استقامتی خودم نیست. نه گفتن نمیتونم که اجاره نشینم، نه گفتن نمیتونم که خانه دارم. در یک اداره دولت کار میکنم، در دونی چه خواه میکنم. برای ما مردم میونه خیلی بگوی قیمت هست. مقصد یک خانه 400,000 سامان بالا میره. برای یک خانه گرفتن، یک خانه گرفتن 400-500,000 سامان در پوره. برای صاحب 400-500,000 شدن ما در کمش در 18 سال 20 سال وقت در کوره که ما ذخیره کنیم خانه بخریم. مقصد من خودم اوزی به خانه درگشتم در نظرم که نمیودم اما هم خیلی رنگ ما به خانه درم نمی زیاد ممکن به خانه در بود. خیلی اکو بسیار سوالی خوب داده اکو خیلی هر کس در هر خلاه آدمی که در تاجیکستان کار میکنه قیمتر است. کسی که در شهرهای روسیه کار میکنه و شهرهای خارجی ده باید آسان‌تر خانه گرفتن. البته اهالیمون از یافته است. بعد زندگی خوب کرده استیم روز به روز سال به سال. پره بخونه. اونو چکار میکنن؟ من اجاره میشه. اجاره میشن که برتی را میگیرن استودنت ها هستن که همش خونه ندارن که اجاره نشینه نمیشه. خیلی باز این پیشتر گفتم که کسی که کار کنه صاحب منزل میشه، بیکار که نباشه صاحب منزل نمیشه. در دوشنبه صاحب منزل شدن دشوار است یا نه؟ سر کار نگرفتم به این. برای که منزل داریم ما خدر سر کار نداریم به. منزل در رودکی است. منزل در رودکی است. برای ما خیلی پولم که نداریم که فکری شکل نمی‌کنیم. ما چنین همون زندگیمون هست. شگر. صاحب خانه شدن مشکل است. قریب صاحب خانه شدن البته مشکل است. اینه که روی هست که مثال با طریق کار کردن، من مثال مهنت کردن. اجاره شینیم 20 سال شده اجاره میشینیم. زورمون نمیرسه به خانه ها. هم که ساختمان های خیلی بیوه بیچاره را یاردم کنن. خانه نداریم، در نداریم، یتیم داریم. چیکار کنیم؟ در کی مراجعت کنیم؟